سلام عرض کردین. سلام، خیلی خوش آمدین. امروز رو بهتون تبریک میگم. فدای شما. به منم تبریک عرض میکنم خدمت شما همه بینندگان عزیزم. روز تولد امام باقر، ما الان شام تولد امام باقر علیه السلام هستیم. چه روز بزرگی. یبقر العلم بقرا. حضرت علم رو شکافتند. این علم رو شکافتند. مگه امام صادق علم رو نشکافتند؟ چرا برای امام باقر اینجوری فرمودند؟ این نکتهش اینجاست. دقیقاً توی دوره‌ای که فضای حاکم بر جامعه این فضا بود که شبهات رو داشتن به شدت تقویت می‌کردن. من چون جلسه گذشته دقیقاً به اینجا رسیدیم. بنی امیه فضایی رو ایجاد کرده که میگه که آقا ما بر حقیم. چرا ما بر حقیم؟ چون ما همین الان حاکم شدیم. همین که ما حاکم شدیم یعنی بر حقیم. چون اگه خدا نمیخواست که ما حاکم نمیشدیم. نگاه چی؟ نگاه جبرگرایانه. یعنی اینکه اصلا هیچ کسی هیچ اختیاری نداره. شما هم باید، اصلا معنای رضا چیه؟ شما باید راضی باشیم به همین شرایطی که ما الان برای شما ایجاد کردیم. ذره‌ای بخواید مبارزه بکنید بر علیه ما، شما آدمای ناراضی هستین، آدمای غیر مسلمانی هستین. یه همچین فضایی. دقیقاً اوج پاسخ به شبهات و اوج یک جریان کلامی بسیار قوی از امام باقر شروع میشه. اعتقادات رو دارن میکنن، احکام شرعی مردم رو دارن درست میکنن. تو روایت داره که و کانت شیعه قبل ان یکون ابو جعفر، شیعه قبل از امام باقر و هم لا یعرفون مناسک حجهم. اصلا نمی‌دونن دقیقاً حج چیه. امام باقر تازه حج رو برای مردم روشن کرد. ببینید اصلا حج رو خود این فرمایش خود امام باقره، فرمودن حج لقاء الامام و تمام الحج لقاء الامام. اصلا تو آمدی حج که با ما بیعت بکنی، در برابر طاغوت بایستی. و حلالهم و حرامهم حتی کان ابو جعفر ففتح لهم و بین لهم مناسک حجهم و حلالهم و حرامهم. تازه امام باقر علیه السلام اومدن و اون حقایق دین رو اومدن مشخص کردن، جبهه طاغوت رو مشخص کردن، معرفی کردن. ببینید واقعا وقتی که یه امام باقری هست که یه شخصی هست به نام دکتر ابو زهره، از دانشمندان دانشگاه الازهر مصر، ایشون کتابی دارند و اینها، بعد ایشون اونجا می‌نویسه که حالا من متن فارسیشو یعنی عربیش رو نمیگم، فارسیشو میگم، از همه دنیا من کل افق، از همه دنیا می اومدن خدمت امام باقر علیه السلام و سوالاتشون رو میپرسیدن. ببینید فضا رو امام باقر طوری کرده که از همه دنیا بفهمن که تشنه این وجود هستن و باید بیان خدمت امام باقر و زانو بزنن. حالا نکته اساسی اینجاست، چرا وقتی امام باقر اینقدر محبوب هستن که از همه عالم میان خدمت ایشون و سوالات خودشون میپرسن، چرا حضرت رو ترور میکنن؟ چرا حضرت رو شهید میکنن؟ چرا؟ ببین یه کاری حضرت کرده با طاغوت، یه کاری با دشمن کرده که دشمن حاضره یه شخصیت محبوب بین مردم رو بکشه، چون وجود امام باقر بیشتر برای دشمن ضرر داره. دقیقا. این کل حرف ماست. ببین اگر امام باقر کاری با جبهه دشمن نداشت، اونها میتونستن از همین وجود به نفع خودشون استفاده بکنن. ببینید اهل بیت هیچ وقت به دشمنان سواری ندادن که هیچ، بلکه به شدت با اینها مبارزه علنی کردن، جوری که هیچ وقت دشمن نمیتونست از این محبوبیت اهل بیت سوء استفاده بکنه برای منافع خودش. این نکته خیلی مهمه. خیلی. ببین مأمون دیگه اوج سیاست مداری بین زیرکی و هوشمندی بین دشمنان اهل بیته. یه کاری میخواست با امام رضا بکنه که حضرت بیاند توس با عنوان ولی عهدی، بعد به مردم بگه ببین ما چقدر بر حقیم که ولی عهد من امام رضا علیه السلام پسرمو جان منه. حالا امام رضا کاری کردن تو 2 سال مأمون دید دیگه نمیتونه این شخصیت اگر کنارش باشه وجودش و تاج و تختش نابود میشه. لذا حضرت رو به شهادت رسوند.
متوجه شدیم؟ بله. پس ببینید این اصل نکته سیره اهل بیت، برگردم به همون بحث خودمون. آره دیدم دیگه قشنگ رفتیم سراغ بحث خودمون. یک انسانی که داره تلاش میکنه به اون قله‌ای که تصویر کرده برسه. ما چرا داریم اهل بیت رو اینجوری داریم تصویر میکنیم؟ ببینید وقتی تو اینجوری اهل بیت رو میشناسی، کاملا یک الگوی زندگیه. عزیزم تو هم یه الگویی، تو هم یک قله‌ای داری. اون اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، خدای آرزوی ما اون دولت کریمه است. تو عز به الاسلام و اهله، اون زمانی که مکتب اسلام عزیز بشه، از اون خاری در بیاد، اون زمانی که دشمنان ما ذلیل بشن، جریان نفاق از بین بره. ما این آرزو رو داریم. بله. خب باید براش تلاش بکنیم. هر زمانی یه نیازهایی داره. یادتون هست گفتم مکبر میگه الله اکبر بشین، الله اکبر بلند شو، الله اکبر سجده برو. الان امام از ما چه میخواهد؟ یعنی الان نبض امام چگونه است؟ تو هم باید اون شکلی بشی. و از اینجاست که وقتی تو امام رو این شکلی میشناسی، میفهمی که یک نفری هست داره به سمت قله حرکت میکنه، تو هم داری همراه او حرکت میکنی. الان باید بشناسی که او چگونه رفتار میکنه تو اون شرایط، تو هم همونجوری رفتار بکنی. اون سرتیم گروه کوهنوردیته. اصلا منظور از ولایت دقیقاً همینه دیگه. همبستگی، پیوستگی، وابستگی، دلبستگی. یه بار دیگه همبستگی، پیوستگی، وابستگی، دلبستگی. مثالش هم اینه، ما داریم یه حرکتی رو انجام میدیم، ما یه تیمیم، یه کاپیتان داریم، یه سرتیم داریم، اون امامه. ما رو داره برای یه قله‌ای داره حرکت میده، یه اهدافی داریم. مثلا تیم فوتبال هدفش اینه که پیروز بشه، گل بزنه. کاپیتان کاملا تنظیم میکنه، به اون میگه پاس بده، به اون میگه تو مثلا حمله بکن. همه اینا برای اینکه اون گل زدن محقق بشه. امروز امام زمان توی این شرایط، الان ماه چی، سال چی، دقیقاً از ما یک حرکتی رو میخواد. انتظار دقیقاً همینه. انتظار اون حرکت است. یه معنای غلطی که تو انتظار میگن که چی؟ میگن بشین. امام خودش انا هاهنا قاعدون، ما میشینیم، تو انت و ربک برید بجنگید، ما اینجا هستیم. آره ما میشینیم دعا میکنیم، شما بیاید درستش کنید. بعضی به امام اینجوری میگن شما تشریف برید قله رو فتح بکنید، ما اینجا هستیم منتظر وقتی شما قله رو فتح کردی کیلو دست ما، یا یه دونه آسانسور بفرست ما رو ببر بالا. عزیزم اصلا هیچ فرقی نمیکنه، ما الان داریم حرکت میکنیم. اصلا نمیدونم تو این قضیه حرکت غیبت و ظهور حضرت چه فرقی میکنه. یه دقت بفرمایید. ببینم اون موقع که امام صادق علیه السلام تو مدینه بودن، همه یارای حضرت تو مدینه بودن؟ نه. اتفاقا اصل یاران حضرت توی کوفه هستن. حضرت رو دارن میبینند؟ نه. خیر. ولی حضرت دارن میگن آقای ابان ابن تغلب، آقای عبدالله ابن ابی یعفور، عزیزان من اصول و قواعد به شما یاد دادم، علیکم ان تتفرعوا. شما به واسطه این اصول و قواعد برید خودتون فضای اسلام رو استنباط بکنید، وظیفتون رو بفهمید، برید جلو، زمینه رو فراهم بکنید برای ظهور ما، برای مهدی ما. میدونید امام زمان، امام صادق همونن که دعای ندبه رو انشا کردن، همونن که دعای عهد رو بهمون انشا کردن و هی دارن زمینه سازی میکنن برای ظهور حضرت. ما الان همون فضا هستیم. من میگم امامت رو بشناسیم دیگه، آروم آروم نمیگیم آخه ای کاش من در دوران امام صادق بودم یه کاری میکردم. اصلا لازم تو دوران امام صادق باشی. همین الان تمام مکتب فکری امام صادق اینجاست، امام زمانم که کنارته، فقط داری حضرت رو نمیبینی. خب باید چیکار بکنی؟ ببین حضرت ازت چی میخواد الان. اصولم که قرآنم که بین ماست، کلمات همه اهل بیت هم که بین ماست، الان باید وظیفه شناسی بکنیم. یه رهبر عزیزم داریم ولی فقیه، یعنی استنباط میکنه کلام امام رو، در واقع کلیات وظایف ما رو هم که به ما راهبری میکنن. حالا چه مشکلی داریم؟ به نظرم مثلا اونی که الان فقط نشسته و میگه کاش من در زمان امام صادق یا امام حسین بودم مثلا این کارو میکردم اون کارو میکردم و الان کاری نمیکنه، اون موقع هم بودیش کاری نمیکنه. آفرین، اون موقع هم بودیش کاری نمیکنه. جزء همونایی بود که امام حسین علیه السلام نه امام حسین علیه السلام دارن میجنگن، ظهر روز جمعه توی کربلا دارن میجنگن، یه عده‌ای بعد نماز جمعهشون تو کوفه شروع کردن دعا کردن اللهم انصر الحسین، خدای کمکش بکن. اینجوری اینا هم همینجوری میشن.
خدمتتون عرضم که من تازه در وجه خوبش ممکن بدتر از اینش هم ممکنه میشد. من از جنبندی بکنم. ببینید کلا پیغمبر اکرم، برگم دور از پیغمبر اکرم 2 تا کار انجام دادن. اول اومدن اصل مکتب اسلام رو معرفی کردن، بلاغ. بله. بعد اومدن وجه اجراییش رو نشون دادن، حکومت در مدینه، امامت و ولایت خودشون. یادون باشه پیغمبر غیر از اینکه نبی بودن، خبررسان بودن، مکتب اسلام رو معرفی کردن، اجراییش هم نشون دادن. شهر پیغمبر، یه شهر بسیار زیبا. یه موقع راجع به شهر پیغمبر بیشتر با هم صحبت می‌کنیم. خب بعد از خودشون هم دقیقاً همین کارو کردن. گفتن اون مکتبی بود که من معرفی کردم، این قرآن، اون شهری بود که من ایجاد کردم، امیرالمؤمنین. اگر امیرالمؤمنین باشن همین شهر من رو توسعه میدن، جهانیش میکنن. یعنی نمونه عینی اون بحث‌های اعتقادی و فکری. همون شهر رو، امام شهر رو معرفی کردن. گفتن علی هر جایی باشد همون شهر رو تأسیس میکنه. شما خیالتون راحت، فقط پشت علی باشید. چرا اون شهر تأسیس نشد؟ چون که نذاشتن امیرالمؤمنین حاکم باشه. فهمیدین؟ اینجا نگه داریم، یه چند لحظه‌ای فکر بکنیم به این فرمایشات شما تا اینجا، فاصله بگیریم، برگردیم و ببینیم ماجرا چی بود که اینجوری شد. و در واقع اون علیون مع الحق و الحق مع علی که پیامبر اینقدر واضح و روشن فرموده بودن اما انجام نشد. یه صلوات برای امیرالمومنین بفرستیم بریم برگردیم. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من یاد این فرمایش پیامبرم افتادم که انا مدینة العلم. آفرین. و علیون بابا. کاملا پیغمبر اکرم دارن فضا رو جوری نشون میدند و به عالم معرفی میکنن که من یک سیستم، یک ساختاری رو ایجاد کردم. این ساختار یک کتاب قانون داره، یه چهره مشخص اجرایی داره. اگر توی قرآن اقتصاد هست، من اقتصاد رو تو شهرم اجرا کردم. سیاست هست، فرهنگ هست، همه رو اجرا کردم. یه ماکت به نام شهر پیغمبر به عالم نشون دادم. درست شد؟ درست. آی مردم، اگر از این شهر خوشتون اومد، اگر از این سبک زندگی خوشتون اومد، راهش علیه. علی من تا حاکم بشه همین شهر رو برای شما عالمگیرش میکنه. بذارین من یه ذره عقب‌تر برم، ان شاءالله بریم مدینه به امید خدا. همین اسم مدینه رو آوردیم و فدای امام باقر هم بشم. ایشون هم اهل مدینه هستن، قبلشون هم تو مدینه هستش. وقتی که از آداب زیارت پیغمبر اکرم اینه که دستتو بکش رو منبر پیغمبر اکرم، اونجایی که پیغمبر اکرم محرابشون بود، منبرشون بود. بعد این کلمات رو بگو: الحمدلله الذی خفض بانتصابک علو الکفر. ببین تو جلو طاغوتی وایسادی که 7000 سال دنبال بت پرستی و دنبال ظلم و ستم بود. کامل ظلم و ستم این خلاصه فضای جاهلیت و این انسانهای استکبارمنش رو کامل شکوند پیغمبر اکرم. کاملا پیروز شد. یه شهری رو حضرت ایجاد کردن، تو این شهر دیگه ظلم نیست، ستم نیست. این ابو جهل و ابو سفیان اعتراف کردن که باید بیان با صاحب این شهر یعنی پیغمبر اکرم بیعت بکنن. همین اتفاقات درست شد، تموم شد. حالا یه اتفاق بدی افتاد. توی این اتفاق اینه که این شهر ادامه پیدا نکرد، نذاشتن ادامه پیدا بکنه. بذارید من یه مدت باز برای اینکه حسرت شما برای اینکه ما برگردیم به اون شهر زیاد بشه و من معتقدم اصلا علت غیبت اینه ما یه مقداری تشنه اون شهر بشیم و وقتی تشنه اون شهر شدیم امام اون شهر خواهد آمد. اسلام با اقرأ شروع شد، بعثت پیغمبر با اقرأ شروع شد. بخوان. این اوج یک تمدن است، تمدن کاملا پیشرفته‌ای که با کلمه بخوان شروع می شود. آیات الهی را بخوان. ببین کتاب قرآن کتابی است که فیه تبیان و کل شیء. من همه حقایق رو توی کتاب به شما دادم، همه علوم رو به شما دادم. اصلا دین اسلام یک دین علم محور است. اومد پیش پیغمبر اکرم گفت: آقا جان اگر
تشییع یک جنازه ای باشد و یک مجلس علمی توی مسجد. میدونیم پیغمبر اکرم از همون ابتدا مسجد رو کردن محل آموزش دین. از همون ابتدا توی اون واقعه بئر معونه یه فاجعه اتفاق افتاد که توی تاریخ بیان شده. اگر دوستان خواستن مراجعه بکنم تفسیر نمونه مفصل این قضیه هست، حادثه بئر معونه. حالا عزیزان تفسیر نمونه مراجعه بکنن دیگه، من اینجا خیلی توضیح نمیدم. از همون ابتدا پیغمبر اکرم 47 حافظ قرآن که مسلط به قرآن هست تربیت کردن و اینها رو فرستادن برای تبلیغ و اینا همشون کشته شدن. این یکی از اسناد اینه که دین اسلام دین آموزشه، دین تربیت انسان. میدونید تا قبل از پیغمبر اکرم به تعداد انگشتان دست افراد سواد داشتن، یعنی میتونستن کتابت بکنن، بخونن. اما بعد از پیغمبر اکرم اصلا چه فضای علمی توی مدینه و مکه ایجاد شد. اولین کلمه‌ای که به حضرت خاتم الانبیا وحی شده چیه؟ اقرا، بخوان. همین رو میخوام بگم. اومد پیش پیغمبر گفت آقا اگر یه مجلس علمی تو مسجد باشه و یه جنازه هم اونجا باشه کدوماشو برم تشییع جنازه؟ پیامبر فرمودن چی داری میگی؟ حالا عبارت رو نگاه بکنیم. حضور و مجلس عالمین افضل من حضور 1000 جنازتن. تا اگر بری اونجا تو مجلس علمی انگار 1000 تا جنازه رو تشریح کردی و من عیادت 1000 مریضن، انگار 1000 مریض رو عیادت کردی و من قیام 1000 لیلتن، انگار 1000 شب نماز شب خوندی و من صیام 1000 یومن، انگار 1000 روز روزه گرفتی و من 1000 درهم یتصدق بها، انگار 1000 درهم و دینار صدقه دادی و من 1000 حجتن و من 1000 غزوتن و من 1000 حضرت فرمودن 1000 حج بری، 1000 جنگ با من. فقط شرکت در یک جلسه علمی از همه اینا بالاتره. این میشه تمدن پیغمبر اکرم. تشنه باید بشیم، عالم باید تشنه بشه. شما توی این فضا نگاه بکنید، عمل کردن، کار کردن. امیرالمؤمنین در نهج البلاغه خطبه 192 میفرماید که فل جنان، بله حالا از ابتداش بخوام، هم فرصت کمه هم حیفم میاد. بگردم چه سخت کار. انی لمن قوم لا تأخذهم فی الله لومة لائم. شهر پیغمبر شهری بود، آدم‌های تربیت شد که هیچ سرزنش کننده‌ای نمیتونست رو اونا تأثیر بذاره. عاشق اهداف پیغمبر اکرم بودن، من توشون داشتم لذت می‌بردم. کان لی فی ما مضی اخ فی الله، یکی از شاگردان پیغمبر داداش دینی من بود، من عاشق اون بودم. چرا؟ چون هر دوراهی که ایجاد میشد پا میذاشت رو نفسش، اون چه که خدا میخواست رو انتخاب میکرد. بنده شکمش نبود، بنده خدا بود. همینجوری بیشتر از آنچه که حرف بزند دنبال طلب حقیقت و علم بود. حضرت فرمودن سیماهم سیم الصادقین کلامهم کلام الابرار. زیبایی کلام ابرار رو داشتن. ابرار ماده بر از ماده بره، یعنی انسان‌های بیابانی صفت، انسان‌های دارای شرح صدر، انسان‌هایی که من و تویی توشون نبود، انسان‌های با گذشت و با ایثار. وقتی خدا میخواد ابرار رو معرفی بکنه، حضرت زهرا و امیرالمؤمنین و اون خانواده رو معرفی میکنه. 18 آیه قرآن برای معرفی ابرار توی اون حادثه ای که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء. ببین این حالت میشه حالت ابرار. من و تویی نمیکنن. من الان افطار خودمون بدم به اسیر میدونید الان شاید مسلمان نباشه، اسیریه که در جبهه کفر به اسارت در اومده، الان زیر پرچم اسلامه. میگم ما افطارم روز سوم که داره حسنین بدنشون میلرزید ولی اومدن افطارشون رو دادن به اون اسیر. این میشه ابرار. حالا کلامهم کلام الابرار امار اللیل منار النهار متمسکون به حبل القرآن. دائما قرآن رو نه که بخونن، عمل میکردن، زندگی میکردن. بعد حضرت فرمودن قلوبهم فی الجنان و اجسادهم فی العمل. بدنشون داشت سختی میکشید اما قلبشون تو بهشت بود.
من این جوانان طوفان الاقصا رو همیشه اینجوری میگم. اینه که واقعا اینا با مکتب امیرالمؤمنین قیام کردن. من واقعا معتقدیم حقایق مکتب اهل بیت توی اونجا بالاخره نفوذ کرد که اینها رو به اینجوری حرکت واداشت و انشاءالله همه دنیا با مکتب اهل بیت حرکت بکنن انشاءالله. قلوبهم فی الجنان، یعنی اتصالشون به خدا بود اما تو دنیا دارن سختی میکشن. یه کاری که پیغمبر انجام دادن نظام برادری بود. واعتصموا بحبل الله جمیعا واذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا واذکروا نعمت الله علیکم. این نعمت الله یعنی ولایت. اتممت علیکم نعمتی. پیامبر اکرم با وجود امیرالمؤمنین یه حزبی رو تشکیل دادن، یه جبهه رو تشکیل دادن، افراد به هم متصل شدن، دلبسته، وابسته، همبسته، پیوسته همدیگه شدن، ولایت ارضی و ولایت طولی رو ایجاد کردن. یک جامعه منسجم. خدا توی قرآن می‌فرماد بنیان مرصوص، یک جامعه متصل که لا تأخذهم فی الله لومة لائم، هیچ دشمن توش نمیتونه نفوذ پیدا بکنه. این شهر پیغمبره. آیه قوامی خدا رو شاهد میگیرم دلم میخواد 10 جلسه فقط رو شهر پیغمبر با هم صحبت بکنیم، کاری که پیغمبر تو اون شهر انجام دادن اما ادامه پیدا نکرد. تمام عالم باید یه حسرتی رو داشته باشند. چرا شهر پیغمبر ادامه پیدا نکرد؟ میدونستید اگر شهر پیغمبر ادامه پیدا میکرد ما دیگه تمدن کفر نداشتیم، ما دیگه تهاجم فرهنگی نداشتیم، ما دیگه استکبار نداشتیم، اما اتفاق نیفتاد. ببین اصلا از اینا بالاتر اصلا پیامبر مگه نفرمود اگه مردم بر محبت امیرالمومنین اجتماع کردن خدا جهنمی درست. همینو منظور اینه، یعنی اگه شهر من ادامه پیدا میکرد. ببین آیه قوامی عزیز، ما از اینجا میخوایم این موضوع رو بیان بکنیم. بعد از پیغمبر جامعه پیغمبر، امت پیغمبر دچار فتنه شد. فتنه بده؟ اتفاقا میخوایم بگم که آخه از یه زاویه دیگه صحنه رو نگاه بکنم. از یه نظر رو نگاه کنیم بده. اما از یه نظر بعدش بعد فتنه اتفاقاتی میفته، چیزهای عیان میشه. نه اصلا میخوام بگم توی فتنه من میخوام الان صحنه رو یه جور دیگه نگاه بکنم، نشین تاسف بخوریم. الان شاید یعنی توی بینندگان من یعنی این حالت ایجاد شه، وای دیگه بعد از پیغمبر اون شهر پیغمبر ادامه پیدا نکرد، وای حالا ما بعد الان دیگه بشینیم ان شاء الله خدا خودش. نه صبر کن. همه ما الناس معادن کمعادن الذهب والفضه. تو قلب ما طلاست. بذار من این جمله رو بگم تمامش می‌کنیم. تو قلب ما طلاست. شما یه کوه طلا رو نگاه بکنید، ظاهرش رو که نگاه می‌کنیم اصلا طلا پیدا نیست، سنگ، خاکه. درسته؟ اگر تو اینجا یه کوره‌ای داشته باشی، این کوه طلایی داره التماست میکنه منو بذار تو کوره طلام نمایان بشه، طلام پیدا بشه. همه ما پر از طلا و نقره هستیم. ما باید از خدا بخواهیم که طلا و نقره‌مون رو پیدا بکنه. اسم اگه ترجمه فتنه کوره است. کوره آب دیده میشد. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر کردن همین که بگن ما دیگه عاشق پیغمبر شدیم، ما شهروندان شهر پیغمبر هستیم، ما اینا رو دچار فتنه نمی‌کنیم. فتنه باعث رشد انسان ها میشه. ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثه. خیلی‌ها تو این فتنه ریزش کردن، خیلی‌ها شدن اون سنگ کوه معدن طلا، اما یه چند تا طلا توش در اومد. یه سلمان خودشو نشون داد، یه مقداد خودشو نشون داد، یه ابوذر خودشو نشون داد. و ما الان قراره همینجوری توی این کوره فتنه خودمون نشون بدیم. و غیبت همون کوره فتنه هست که قرار خودمون نشون بدیم. شاید اینجا باید متوقفش بکنیم. من دیگه وقت برنامه تموم شده. فقط داشتم به این فکر می‌کردم که ما هممون انشالله زمین ساز شکلگیری اون آرمان شهر وعده داده شده باشیم، اون مدینه فاضله. البته نقطه مقابلش هم اونا یوتوپیا رو دنبالشن، یعنی دنبال یه شهر آرمانی خودشون که جایگزین اون کنن. این درگیری همچنان در طول تاریخ بود، هنوز هم هست. انشالله ما نفس بکشیم تو اون آرمان شهر. این حرفا رو انشالله میشه هفته بعد انشالله اگه صلاتون استین دادم. خیلی استفاده کردیم. قربون شما زنده باشید. ممنونم که همراهی کردید. 162 شماره رابطه عمومی سازمان رو فراموش نفرمایید. ایتای ما هم فعال، آدرس رو زیرنویس کردن براتون آقای حسین زاده. التماس